و همیشه همکارای من ملک جان پروانی و واسه جان امیا همراه ما است. اگرچه من خواسته بودم که یگان چیز دیگه بخوانم، چون همین نسل‌های جوان ولی رایج شده است همین چیز، همین گنجشکک به یا گرچه به دان ما جور نمیآید، از مرا به دانم جور نمیآید. بچه ها مگم مجبورم میکنن، بچه ها خیلی بیا میخوانیم، گپی ندارد همین گنجشکک، گپی نیست. به خاطر که غزال جان عنایت هم نو دیدیم، نام خدا بسیار هنرمندی انجر طلایی است، البته در بین همه طبقه آناس برای شما نمیرسیم اینجا. سپاس قربان شما. در بین همه طبقه آناس نام خدا آوازخوانی بسیار، مگر چیز میرفتم مگم شب موسیقی را گفتم تا که می غزال عنایت بیاد که من اینا را از نزدیک یک دفعه ببینم، بسیار خوشحال هستم. جان سپاس قربان شما. ای دخترکی وطندار را رفتنت به سرشار، ای به نامت خواندن کنم، ای به سرم نشوی خار، ای یلقه کشیده زلفان و پیچیده گردی رخسار، ای چشمکا خمار خمار ابروگکا دل میمار، چشمکا خمار خمار ابروگکا دل میمار، لبا مثلی نیشکر دندان و دانه انار، قامت چه سروی آزاد دلایی القه گوشوار، دخترک وطندار ایران رفتنت به سرشار. سرت انداختی شال، ای دلک مساختی افگار، چند دقیقه خواندن کنم بین آیت جان غزال، بخوانم کاری کاری ای بیتابانت یادگاری، غزال جانی نایت با چشم فیروزه داری، خواندن کنم رنگ برنگ خلقی مفتون شده تنگ، خواندن کنم رنگ برنگ خلقی بچار شده تنگ، مرا آرام نماندی به شیشه میزنی سنگ، مرا آرام نماندی به شیشه میزنی سنگ، اگر خفر نباشی دلم مبردی بیرنگ، اگر خفر نمیشی دلک مبردی بیرنگ، دخترکی وطندار ایران رفتنت به سرشار، تو نامت خواندن کنم ای بر سرم نشوی خار، ای یلقه کشیده زلفان و پیچیده گردی رخسار، چپ داره بچه چپ داره. ای وطنم از بدخشان، ای در دلم دار و مرمان، ای پشت و پنای جوانا یا علی شای مردان، ای آقا علی شای مردان، عاشق را نشرمان، هر جا که عاشق باشد مقام دل برسان، هر جا که عاشق بوده مقام دل برسان، ای دخترک وطندار را رفتنت به سرشار، ای به نام کلان کنم بر سرم نشوی خار، بر سرم نشوی خار، بر سرم نشوی خار.